سلام سلام. یه نگاه به خودت بنداز. حاجی خجالت نمیکشی جدا؟ آخه تو این سیزن جدیدی دیگه جای این گان مسخره ها نیست که بکشی مثلا 2 ساعت تیر بزنی که یارو چپشه. این سیزن قدراست، باید قدر باشی که واسه این کار یه راه چاره برات پیدا کردم. رفتم اتچمنت های گاد برات پیدا کردم، بعد تو هنوز داری از این اتچمنت های آلیسای 10% آب میوه استفاده میکنی. جدا خجالت نمیکشی؟ این اتچمنت ها 6 تا هن، خب که 2 تاش اینجاست، 2 تا توی فیلم دیگه، 2 تا توی فیلم دیگه. بهترینشون EM2، خب که من همه جوره عاشقشم. یعنی توی تقریبا سینه طرف بزنی 2 تیره تموم کارش دیگه. حالا پاش مثلا 3 تیره است یا بقیه جاش مثلا، ولی هدش که همون 2 تیره. حالا هدش مثلا جونش حتی از نصف هم یکم بیشتر باشه، هد و وان شات میکنه. ولی کلا گان قدریه، یعنی برشداری اصلا رنگ رو تو دست خودت میگیریش. اما توی این فیلم جاش نیست، جاش توی فیلم دیگه است. خب توی فیلم بعدیه که بعد از این میتونی بری ببینیش. و اینکه توی این توی این مچ که داشتم بازی میکردم، یه دن سرویس کریم لجند رو گرفته بود، خوشحال بود که مثلا من کریم لجند رو گرفتم، بعد نگو رایگان گرفته. بعد میومد دور میزد و هی میخواستم براتون گیم پلی بگیرم، این دن سرویس نمیذاشت. خاطر میگم گیم پلیش چیز شده، قدرت گان رو نتونستم بهتون زیاد نشون بدم. خب ولی قدرت گانش خیلی زیاده، مخصوصا تو رنک مچ. یعنی لگدش شاید بگیم که این که خیلی لگد داره. به چه دردی میخوره؟ همین لگدش باعث میشه هد بگیری. تو وقتی داری ایم میگیری که تیر رو بزنی، خب اولین تیر رو بگیر سمت زیر شکمش، خب یا شکم. خب اون دیگه خودش همینجوری میاد رو به بالا، تیر آخر تو هدش میخوره اگه شانس بیاری. شانسش 90% که تو هدش میخوره اگه با این روش بری، اگه جونش هم کامل باشه. بعد اینکه حالا توی این قسمت یه BP50 هست که اینه BP50 و یه دونه USS9 که حالا UZ9 هم میگیم خودمون، گذاشتم براتون که این دوتا جزو بهترین اتچمنت هاییه که توی این ویدیو میتونستم براتون بذارم. و اینکه برای گیم پلی رنک مچ پلی ندادم، چون بتونم هارد پوینت بزنم که مدت زیادی بتونم رو گیم پلی بمونم. خاطر همین از این مچ های معمولی زدم که بتونم روی حالت هارد پوینتش زیاد بتونم براتون گیم پلی بگیرم. و اینکه جدا از اونم اسکرین رکوردر روشن بود و گوشی به شدت لگ داشت. یعنی من تا حالا اینجوری نشده بود، یعنی تا حالا هر چقدرم که مثلا اسکرین رکوردر روشن بوده لگ نمیخورده. الان حافظش پر شده تقریبا، خاطر همین یکم لگ میخورد. خاطر همین اگه میبینین یکم بازی اوضاع خرابه بدونین مال لگه. خب یعنی الان جلوتر هم قشنگ خودتون میبینین، یا جلوتر میرم توی شیپمنت بازی میکنم بهتون نشون میدم که چرا اینجوری میشه و خودتون دیگه با چشمای خودتون میبینین که دیگه این لگ من دارم اشتباه بازی میکنم، خودتون میبینین دیگه. ولی اوضاع از اینجوری که توی فیلم داره دیده میشه خیلی بدتره. یعنی تو فیلم لگ خیلی کمتری دیده میشه. یعنی مثلا دوربین مثلا من دارم میچرخونم، من توی حالت اصلی 2 بار انگشتم رو صفحه میزدم بچرخونم. اینجوری بود اوضاع، نمیچرخید، لگ خیلی سگی خورده بود. خاطر من خیلی اذیت شدم سر فیلم گرفتنش. و اینکه گفتم خب دیگه بالاخره باید فیلمو بگیری دیگه، نمیشه اینجوری تنبل بازی مسخره بازی ها نمیشه. دیدی الان هدو به این راحتی ها میگیره، اصلا خدای هده 20 اسنایپرها. تنها کسایی که میتونن بزننتون با BP50 اسنایپرها، شاتگان پلیرها و نایفرها، که البته نایفرها رو هم میتونی بزنی. خب اگه به موقع یادت بیاد، نایفرها الان جلوتر میزنن، نایفرها رو میتونی بزنی. اسنایپرها یکم سخت‌تر زدنشون، شاتگان پلیرها اگه نزدیکت باشن خیلی سخته، ولی بالاخره میتونی بزنی. هیپ فایرشون خوبه هر دوتا، هم UZ9 یا هم USS9 هم BP50.
خب نگاه کن، اتچمنت ها که جلوتر هست، خب میتونی بری برداری. الان تو به دقت این ایمان بیار و اینکه قدرتش رو حس کن، بدون و ببین چه قدرتی داره. قدرتش رو بفهمی چه قدرتی داره، عمرن ولش کنی. من خودم هم این هم EM2 هم USS9 عمرن ول نمی‌کنم. خب نگاه کن، فعلا که گیم پلیش رو ببین که به قدرتش پی ببری. خب فقط اینو در نظر داشته باش، من خیلی لگ داشتم. یعنی اینو فقط برای بهونه نمیگم که من لگ داشتم نتونستم خوب بازی کنم، نه بهونه نیست، جدی دارم بهت میگم، لگم خیلی زیاد بود. خب جوری که من حتی نرم افزارهای الکی هم رو حالت غیر فعال گذاشتم ولی بازم لگو داشتم. حالا جدا از این بحث لگ و اینا، اتچمنتش رو الان برات میذارم، یه چند ثانیه دیگه اتچمنتش میاد رو صفحه. خب برو حالش رو ببر. فقط این که دیگه لایک و کامنت رو بذار، تو رو خدا رفتم کلی گشتم اتچمنت رو برات پیدا کردم، بذار دیگه مرامی. دمت هم گرم. اتچمنت الان برات میاد. بدو اتچمنت رو برات سری باش، دیر شد بدو. خب این یوزی ناینه. خب که سر این بحث من همون لگو داشتم، لگ خیلی سنگینی هم بود که به سختی میتونستم گیم پلی بگیرم براتون، ولی دیگه گرفتم، دیگه کارش نمیشد کرد. گیم پلی براتون گرفتم و اینکه دیگه اگه میبینین جایی دارم تیر میخورم و اینا، بدونین که به شدت یه تیکه اصلا گوشی کلا فریز شد. خب حالا جدا از این بحثا، قدرت این گان خیلی بالاه، هم فایرینگ رنجش بالاه، هم فایرینگ آره دیگه همون رنج تیراندازیش خیلی بالاه و اینکه دمیج فاصله دور رو زیاد میده. خب مثلا نسبت به گانای دیگه، مثلا فاصله دور دمیجش یکم کمتر میشه نسبت به فاصله نزدیک، ولی این فاصله دورش دمیجش بیشتر از بقیه است. خب فاصله نزدیکش بهتره ها، خب ولی فاصله دورش هم بدک نیست، یعنی فاصله دورش با 3 تا تیر کار تمومه. فاصله نزدیک با 2-3 تا، بعضی وقتا 2 تا، بعضی وقتا هم 3 تا کار تمومه، یعنی راحت میتونی دستو جمع کنی. فقط باید بهش عادت کنی، همین، یعنی عادت کنی کار تمومه. خوبی های یوزی 9 اینه که یه گان سبکیه، راحت میتونی باهاش اسلاید بزنی، میتونی موومنت بزنی و اینکه خشابش رو زود عوض میکنه. خب همینش خوبه. اصلا اینجا دیدی مثلا رنج خیلی خوبی زد، یا مثلا اینا نایفرا رو میزنه، میبینی نایفرا رو خوب میزنه. اینجا یه نایفر دیگه هم فکرم زنه باشه. آره نه لگو دیدی یه دور دیگه نگاه کن، لگو دیدی، جدی قشنگ لگو حس کردی. الان این تازه یه تیکه خیلی ریز بود که تو فیلم ضبط شده این تیکه لگ. خب وگرنه تیکای اصلی لگ هنوز ضبط نشده، ندیدی. خب اصلا ضبط هم نمیشه، نمیدونم برچی. دیدی دیگه قدرتگان خیلی بالاه، قدرت خوبی داره. خب و اینکه با این گان قشنگ میتونی واسه خودت کلی کیل بگیری و کلی رنک تو ببری بالا و لجندش کنی و اینا. حالا بستگی به کلنت داره، مثلا یه کلن پیدا میشه مثلا کمپر. خب واسه اون کلن من پیشنهادم EM2 واسه کلنای کمپر پیشنهاد من EM2. حالا کلنای دیگه مثلا کلنای راشر مثلا اونا هم EM2 هم BP50 هم یوزی 9. خب اینا بهترین آن براش که میتونین استفاده کنین، ولی واسه کلنای معمولی که هر دو تا رو دارن، قاطی پاتیه و اینا، بیشتر EM2 رو پیشنهاد میدم. یعنی کلا EM2 عالیه چون قدرت تیرش خیلی بالاه. من جدا از قدرت تیرش خوشم. EM2 کلا از لحاظ خوشدستی، از لحاظ قدرت تیر، از لحاظ موومنت زدن، از همه لحاظ درجه 1. حالا جدا از اون EM2 خب برای اسکوادای کمپر یه پیشنهاد دیگه دارم که مثلا اصلا یه گان پیدا کردم، شاید باورتونم نشه. خب ولی این نقطه زن لیزری، نقطه زن 20 خب ام جی آره دیگه شنیدی دیگه، نمیخواستم ام جی 42
که واسه اسکوادای کمپر عالیه. میخوای بری کمپ کنی، یک مکان خوبی داری، هم قدرت تیرش بالاه، هم دمیج رنجش بالاه و تموم شده رشت. همه اینا تو قسمت بعد. اگه دوست داری لایک کامنت سابسکرایب کن. بدو.